ندونیم. معنویت مگه آسمانی نیست؟ کدوم آسمون میگین جناب حسینی؟ آسمون کجاست؟ میگن بهشت 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 بهشت. بدبختیای ما همش از بهشت اومده. آقا بهشت رو همین زمینه. عافیت یعنی بهشت، نیکی یعنی بهشت، گذشت یعنی بهشت، مهربانی یعنی بهشت. چه بهشتیه که همه دور و بر تو رو گرفتن، فقط پایین تنه و بالا تنه معنی داره، بعد شکم وجود داره و پایین تنه. اینا بهشت اسمش، این لجنزاره که این اسمش. که آب از کجا میاد؟ آب بالاخره از زمین باید بکشی دیگه. آب من وقتی میتونم برای 1000 سال نگه دارم، چرا عرض 50 سال باید تمومش کنم؟ مملکت به ورشکستگی آبی باید برسه، چون اقتصاد درستی کار نشده روش، چون دزدی شده همش. هر کس اومده اختلاس کرده توی این مملکت، همشون رفتن اختلاس شدن، بچه‌هاشون بردن اونوری بر جهان. این میشه جهنم. اسم این جهنمه. این یعنی توهم آسمانی. مردم بدبخت بشن تو اون دنیا بهش خواهی داشت. آقا من نخواستم اون دنیا، این نون منو تو این دنیا بده، بچه‌م داره گرسنگی میمیره. یعنی چی؟ ماشینامون درست حسابی ساخته بشن، ماشین حلبی تحویل مردم ندیم. این جهنمه. جهنم یعنی همین. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست.